با عرض سلام به همه اونهایی که این لحظه ما رو تماشا دارن. شعله گلخوجه هستم از آن در شروع هفته نو در کنار شما و البته با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و امیدوارم که هفته نو رو خوب آغاز کرده باشید و با تب بریده و این هفته نیز با موفقیت سپری خواهد شد. تشکر میگم که این لحظه ها ما رو تماشا دارید و آماده اید که خبر و گزارش های رادیو آزادی رو بشنوید و تماشا کنید. و قبل از همه من برای شما خبرهایی که حالا در دست دارم میرسونم، ولی پیش از همه باید بگم که ساعت در اینجا حالا 7 است، یعنی با وقت پراگ، و در دوشنبه ساعت 11 در مسکو باشد که بیشتری مهاجران از اونجا ما رو تماشا میکنند. ساعت 9 است با نظر داشتی وقتی زمستانه. و اکنون از آب و هوا میگیم. امروز هوای پراگ ابریست و احتمال می رود که در جریان روز هوا تا 16 درجه گرم شود، هرچند حالا همگی 9 درجه گرمی رو نشون میدهد. بعد برف و باران امروز هوای تاجیکستان صاف و آفتابی پیشگویی می شود. طبق پیشبینی آب و هواشناسان انتظار می رود که حرارت هوا در دوشنبه دوم روز تا 12 درجه گرمی بلند شود. در مسکو نیز امروز روزانه هوای کم ابر و بارش در نظر داشته شده است و گفته می شود که گرمی 6 درجه را تشکیل می دهد، هرچند شبانه باریدن برف و باران و تا 2 درجه سردی پایین آمدن حرارت هوا پیشگویی شده است. خوب، اکنون رو میارم به خبرهایی که در دست دارم. دادگاه دلوار گولوف پسری سابق وزیر انرژی تاجیکستان گل شیرالی رو که در لطوکوب یک کارمند پلیس ایبدار میشد به زندان حکم کرد. او با ماده 237 کودکس جنایی تاجیکستان یعنی اوبوشی متهم دانسته می شود. مرافعه آخرین دلوار گولوف آخر هفته گذشته برگزار شد. اعلان حکم دادگاه در نسبت دلوار گولوف در حالی است که طبق اطلاع دریافتی او در دادگاه خود را قسما گناهکار حساب کرد، اما گفته است حادثه لطوکوب دلشاد نرزولوزاده با عیب خود او سر زد. حادثه لطوکوب دلشاد نرزولوزاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی و بازداشت دلوار گولوف شام 8 ایول به وقوع پیوست. حادثه در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر میلیسا دلشاد نرزولوزاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لطوکوب کرد. جنجال میان گولوف و نرزولوزاده بر سر راندن ماشین سر زده است. بعد طبیبان گفتند در این مناقشه استخوان گونه و بینی نرزولوزاده شکست است. طبیبان بیمارستان قره بولو آن زمان همچنین گفتند که دلشاد نرزولوزاده از ناحیه سرش آسیب جدی دیده است. نام دلوار گولوف از این پیش ماه مارت امسال سر زبان رها شد. او را روز 10 مارت با گروهی از دوستانش برای خلل رساندن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران میلیسا در طرفخانه گالاکسی شهر دوشنبه بازداشت کردند. قضیه بازداشت دلوار گولوف دوام 4 ماه اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند گل شیرالی بودن او میگفتند که در نهایت دیگران در لطوکوب میلیسا گناهکار میبرایند و دلوار آزاد خواهد شد. خب، قبلا گفته میشد که بعد دلوار گولوف از 5 تا 7 سال زندان تهدید میکند، اما در اصل او مهلت کمترین رو گرفت. او چند مدت رو در زندان سپری خواهد کرد. در برنامه خبری برای شما خواهیم گفت و مطمئنم که در دوام روز ما را حتما همراهی خواهید کرد. جمشید نور محمد زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که انتقال پول مهاجران کاری از خارج به کشور کم شد و این روند به سرمایه‌گذاری بخش‌های دیگر از جمله کار بانک‌ها تاثیر گذاشته است. وی گفت چنین وضع آنها را وادار می‌کند که از خرج‌های دوم درجه دست بکشند. رئیس بانک ملی تاجیکستان این حرفا را هنگام بحث درباره رشد صاحبکاری خردمیانه در پالاتای بالای پارلمان به زبان آورد. او گفت در 9 ماه امسال به صاحبکاران خردمیانه 345 میلیون سوم قرض با امتیاز داده شد. ماه اکتبر ضمن دادن قرض با پول ملی فایده بانکی تا 3% کم کرده شد. اگر تا سال 2014 مهاجران تاجیک از روسیه بیش از 4 میلیارد دلار پول میفرستادند، این رقم در سال 2017 به 2.5 میلیارد دلار کاهش یافت و نه تنها به بودجه خانواده‌ها بلکه بودجه کشور و کار بانک‌ها هم ضربه خورد. این رقم در سالهای 2015 و 2016 حتی به طور رکوردی تا مرز 1,200,000 و 1,900,000 پایین آمده بود. اما حداقل یک سال پیش مقامات تاجیکستان تاثیر کمشوی پول انتقالی مهاجران را به اقتصاد کشور اعتراف کردن نمیخواستند. رئیس بانک ملی بار اول کم شدن پول مهاجران و همین طور تاثیر آن را به حیات کشور اعتراف کرد. خود او در گذشته رسما از خبرنگاران خواسته بود از مهاجران
با قبل بوت نسازند، چون آنقدر پول نمیفرستند که کشور از آنها وابسته باشد. جمشید نور محمدزاده در نشست مطبوعاتی 23 ینور سال 2017 از خبرنگاران خواست زیاد بالای پول مهاجران تاجیک و تاثیر آن به اقتصاد کشور تاکید نکنند. بانک مرکزی روسیه چندی پیش اعلان کرد که در 3 ماه اول امسال مهاجران از آن کشور به تاجیکستان تقریبا 9 میلیارد دلار پول فرستادند. این حساب در مقایسه به همین دوره سال گذشته اندکی بیشتر، ولی در مقایسه به آمار سال 2013 خیلی پایین‌تر است. بنا به اطلاع رسمی تویاک و بر اساس منابع غیر رسمی تقریبا 2 میلیون اهالی تاجیکستان برای کار اقامت در روسیه قرار دارند. برخی از کارشناسان کم شدن پول انتقالی مهاجران را به چند عامل ربط می‌دهند. خود مهاجران هم میگویند از یک طرف پرداخت پول پاتنت و گرانی اجاره و از طرف دیگر حق ثبت نام و عبور سرحد یک بخش اساسی بودجت آنها را بریده است. برخی دیگر از مهاجران که موسمی به روسیه میروند گفتند که کار در آنجا هنوز به مجرای 5 سال پیش برنگشته است و در ساختمان پول زیاد به دست آوردن کاری چندان آسان نیست. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که روز 9 نوامبر در مسکو نشستی بخشیده به صلح افغانستان با حضور نمایندگان رسمی بعضی کشورها و دفتر سیاسی جنبش طالبان در دوحه برگزار خواهد شد. این وزارت در اطلاع رسمی خود گفت برای اشتراک در این نشست نماینده‌های تاجیکستان، ایران، پاکستان، هند، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین و اینچنین امریکا را دعوت کرده است، اما گفته نشده است که تا حال کدام یکی از این کشورها دعوت را پذیرفتند. طرف روسیه گفت اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان وعده داده است که به این نشست هیئت شورای عالی صلح کشورش را میفرستد. قبل از اعلان رسمی وزارت امور خارجه روسیه، خبرگزاری رویترز نوشت که مسکو از سیاستمداران شناخته افغان از جمله رئیس جمهوری پیشین آن کشور حامد کرزی دعوت کرده است تا در نشست اشتراک کند. وزارت کار خارجه افغانستان گفت تا به حال درباره چگونگی و زمان برگزاری نشست مسکو در مورد افغانستان با روسیه به توافق نرسیده است. صحبت‌الله احمدی سخنگوی وزارت روز 4 نوامبر در صحبت با بخش دری رادیو آزادی گفت اشتراک اعضای شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو قابل بحث است. در مسائل دیگر در حال مذاکره هستیم. تا هنوز درباره چگونگی برگزاری نشست در حضور نماینده حکومت به توافق نرسیدیم، افزود او. کاترینا هانژوک فعال جامعه مدنی و مشاور رئیس شهر خرسون اوکراین از تاثیر کسلتایی که به او پوشیده بودند هلاک شده است. مقامات رسمی گفتند که کاترینا 33 ساله روز 4 نوامبر در شفاخانه در کیف درگذشت. او که با انتقاد آشکارش از رشوه‌خوری در بین مقامات پلیس شناخته شده بود، روز 31 ایول مورد حمله با کسلتای سولفور قرار گرفت. روز 4 نوامبر صدها نفر از طرفداران کاترینا هانژوک در نزد وزارت امور داخلی اوکراین جمع آمدند و خواستار به جوابگری کشیدن عاملان مرگ او شدند. در اوکراین ماه‌های اخیر حمله به فعالان جامعه مدنی و حامیان حقوق بیشتر شده است و مقامات انتظامی کشور را تنقید میکنند که نمیتواند چنین قضیه ها را درست تفتیش و پیگیری نماید. در رابطه با حمله به کاترینا هانژوک 5 نفر دستگیر شدند. پیترو پوراشنکو رئیس جمهوری اوکراین به خانواده هانژوک اظهار همدردی کرده و از مقامات انتظامی خواسته است برای پیدا کردن گناهکاران مرگ او همه کار را انجام بدهند. خب بینندگان عزیز، شعله گلخواجه هستم در روبروی شما و به همه آنهایی که همین لحظه به ما پیوستند سلام میفرستم و امیدوارم که تا چند دقیقه دیگر در پخش مستقیم ما رو همراهی میکنید و البته نوشتن سوال و درخواست‌های خود را نیز فراموش نمی‌سازید. شوهر یک زن نصرانی در پاکستان که حکم قتلش را به اعتبار کردند از ترس جانش در کشورهای غربی درخواست پناهندگی کرده است. عاشق مسیح شوهر آسیا بیبی که به تحقیر پیغمبر اسلام محمد متهم میشد در یک پیام ویدیویی در روز 4 نوامبر گفت من از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میخواهم کمک کند تا ما پاکستان را ترک کنیم. من از نخست وزیر بریتانیا میخواهم اجازه بدهد که ما آزاد شویم. و همچنین از رهبران کانادا درخواست کمک کرد. آسیا بیبی را سال 2010 با اتهام تحقیر پیغمبر اسلام به قتل محکوم کردند، ولی خودش میگوید اتهامات بی اساس است. ولی دادگاه عالی پاکستان روز 30 اکتبر حکم را به اعتبار کرد. بعد این گروه‌های تندرو اسلامگرا در پاکستان تظاهرات خشونت‌بار را در سراسر کشور برپا کردند. بعد آنکه حکومت پاکستان گفت آسیا بیبی حق ترک پاکستان را ندارد و پرونده‌اش را بازنگری می‌کنند، تظاهرات قطع شد.
چندین کشور گفتند که آمادند به خانواده آسیا بیبی مادری 4 فرزند حق پناهندگی بدهند. در ازبکستان محکمه یک افسر میلیسه این کشور که زنی متهم به دزدی را زوراً برهنه کرده و این صحنه را به نوار گرفته بود آغاز شده است. ضمناً همین نوار را ما در رادیو آزادی در آزادی ویدیو یوتیوب نیز گذاشتیم که تا به حال شماره بینندگان این صحبت بیش از 9 میلیون نفر را تشکیل داده است، همگی در 3 ماه. متوجه باشه بینندگان است. خب رسانه های ازبکستان روز 4 نوامبر خبر دادند که بررسی پرونده صنعت عمرов کارمندی سابق شعبه گفتگوی جنایی رئیس جهت کارهای داخلی شهری قطعقرغان در دادگاه سمرقند جریان دارد. قبلا نسبت به او بر اساس 2 ماده کدکس جنایی ازبکستان به دست آوردن معلومات از روی شکنجه و برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی عیب اعلان شده بود. بنا به نواری که روز 4 ایول امسال دسترس بخش ازبکی رادیو آزادی شد، مفتشان در ازبکستان 2 زن متهم به دزدی را با تحقیر و تهوین زیاد به برهنه‌شوی امر دادند. این حادثه واکنش‌های زیادی را به بار آورد و مقامات نیز بعد این واقعه به خانه زنها رفته از آنها معذرت خواسته برایشان کمک کردند. حادثه در حال رخ داد که ماه فوریه امسال رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف از رفتار کارمندان نهادهای انتظامی به شدت انتقاد کرده و گفته بود بسیاری از مردم از کار میلیسه های ازبک ناراضی‌اند. حامیان حقوق مفتشان میلیسه را برای بدرفتاری و تحقیر زنان محکوم کردند. خب برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان به معاملات پولهای کاغذی نوی ارزششان 10، 20، 50، 200 و 500 سومانی را میبرد. در این باره بانک ملی در وبسایتش خبر داده گفته است درجه حمایه پولهای نو از تقلبکاری باز هم بالاتر برداشته شده است. بر اساس اطلاع بانک ملی پولهای نوی بروریششان سال 2018 برابر پولهای قبلی گردش خواهند کرد. در اطلاع این نهاد مالی آمده است با مقصد بلند برداشت درجه حمایه پولی ملی، تامین نمودن اقتصادیات با نشانه‌های پولی و تکمیل دادن عنصرهای حمایوی آن، بانک ملی تاجیکستان پولهای کاغذی نو را با ارزش‌های نمینالی 10، 20، 50، 200 و 500 سومانی نمونه سال 2018 به معاملات می‌برد. بانک ملی افزود برای حمل و نقل به حسابگیری و تشکیل نمودن شرایطی به معاملات برآوردن پولهای کاغذی نمونه سال 2018 چاره‌های ضروری اندیشیده خواهند شد. پولهای ارزششان 200 و 500 سومانی در تاجیکستان سال 2010 به معاملات برآورده شد. در پول 200 سومانی نصرت الله مخصوم و در 500 سومانی اگر کسی دیده باشد ابو عبدالله رودکی انعکاس شده است. و دادگاه نویای فردوسی شهر دوشنبه بر اساس یک حلنامه دعوای 2 ادوکات شناخته بر ضد یکدیگر را بکار کرد. بحثی که 4 ماه ادامه داشت روز 1 نوامبر با قرار دادگاه نویای فردوسی بکار کرده شد، ولی حداقل یک جانب بحث را ناراضی باقی گذاشت. در یک عریضه دادگاهی هلال بن نظرова وکیل دفاعی ادوکاتورای کفالت سابق سپر سیدبک نوریدینов رئیس اتحادیه ادوکاتای تاجیکستان را در تهمت عیبدار کرده گفت که این شخص بدون دلیل و ناعادلانه او را در طرفداری از حزب ممنوع نهضت اسلامی گناهکار کرد. نظرova میگوید که این تهمت سیدبک نوریدینov خیلی سنگین است و برای او پیامدهای خیلی جدی خواهد داشت. در نوبت خود نوریدینov هم خود را تحقیر شده حسابیده از بالای نظر و شکایت و پرداخت جبرانی معنوی را برای آسیب دیدن آبرویش طلب کرد. رئیس اتفاق ادوکاتها از دادگاه خواست که همچون جبران ضرر معنوی برای تهمت از نظرزاده 2 میلیون سومانی رویانده شود و گفت این مبلغ را به خانه یتیمان میدهد. ولی در پاسخ هلال بن نظرova با یک عریضه دیگر از رئیس اتفاق ادوکاتها پرداخت شدن ضرر معنوی در حجم 1 میلیون سومانی را طلب کرد. روز 2 نوامبر حقوقشناس هلال بن نظرova به رادیو آزادی گفت که از حکم دادگاه راضی نیست و نیت دارد برای بازبینی شدن این حکم به دادگاه شهر دوشنبه مراجعت کند. در شرح بحث خود با سیدبک نوریدینov هلال بن نظرova گفت زمینه‌های بحث آنها با حادثه‌های 3 سال پیش زمان ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان و حبس وکیل دفاع بزرگ میریورov برای آمادگیش به حمایت حقوق بازداشت شده‌های عضوی حزب برمیگردد. او گفت بعد بازداشت شدن بزرگ میریورov گویا نوریدینov بر ضد نظر و به مقامات امنیتی شکایت مخفی ارسال و او را همچون پسمانده‌های بزرگ میریورov ذکر کرده است. در حالی که هلال بن نظرova خود را بیگناه عیبدار شده می‌نامد، سیدبک نوریدینov از آغاز مرافعه هیچگاه آماده نشد در این باره با مطبوعات صحبت کند. سیدبک نوریدینov نخستین رئیس اتحادیه ادوکات‌های تاجیکستان از اتابستان سال 2015 با دریافت 70% آرای وکیلان مدافع به کرسی رئیس اتحادیه ادوکات‌های تاجیکستان
پیش از تو زمان تشکیل اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان وکیلان مدافع اساساً در هیئت کالگی‌ها و سازمان‌های علایده فعالیت داشتند. اکثر وکیلان مدافع در تاجیکستان از شرکت در پرونده‌های پرسر و صدا و یا افراد جنجال برانگیز خودداری کرده بیشتر در بحث‌های اولیوی و تقسیم مال و ملک حضور پیدا می‌کنند. در دوام 3 و 4 سال اخیر بر اساس تغییرات به قانون ادوکاتورا در تاجیکستان صدها حقوق‌شناس مستقل از امتیان وزارت عدلیه نگذاشتند و حق ادامه فعالیت از روی اختصاص خود را از دست دادند. در حالی که در گذشته شمار ادوکات و حقوق‌شناسان مستقل به 1,500 نفر برابر بود، حالا تعداد آنها 800 نفر شده است و کارشناسان میگویند که این شمار وکیلان برای یک کشور عبارت از 8 میلیون اهالی کافی نیست، چون بر سر بیش از 11,000 نفر تنها یک ادوکات راست می‌آید. و در اینجا یک خبر ورزشی را نیز به سهم شما بینندگان عزیز میرسانم. دسته منتخب زنانه تاجیکستان با رهبری سرمربی سلیمان بوبوکالونов در نخستین بازیش در مرحله اول انتخابی مسابقه فوتبال زنانه بازی‌های تابستانی المپیک توکیو 2020 در گروه A بر تیم مغولستان با حساب 4-1 پیروز شد. این بازی روز یکشنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهری سردویر گردید. 2 گل منتخب تاجیکستان را کاپیتان دسته مدینه فوزیلова به ثمر رساند. گلسنبی حلیمova و لیلا حلیمova یک توگی گل زدند. در بازی دیگری گروه A منتخب فیلیپین دسته سنگاپور را با حساب 9-0 شکست داد. مرحله اول انتخابی مسابقه فوتبال زنانه بازی‌های تابستانی المپیک توکیو 2020 در گروه A تا 13 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر هیسار ادامه خواهد کرد. در این سابقه دسته های منتخب زنانه تاجیکستان، فیلیپین، تایبه چین، سنگاپور و مغولستان شرکت دارند. بازی های دوری دوم روز سه‌شنبه 6 نوامبر در ورزشگاه مرکزی هیسار برپا می‌گردد. ساعت 1 وقت نصف روزی بازی میان دسته های مغولستان و سنگاپور دایر می شود. بعدا ساعت 16:00 دسته های تاجیکستان و تایبه چین به رقابت شروع می‌کنند. خب بینندگان عزیز، در این قسمتی صحبت بازم مرور میکنیم به قرب اسعار خارجی در صرافی‌های بانک‌های تاجیکستان. طبق قربی معین کرده بانک ملی امروز $1 9 سومانی و 42 درم، 1 یورو 10 سومانی و 78 درم و 1000 روبل روسی 143 سومانی و 20 درم ارزش دارد. و بازم تاکید میکنم که در بانک ها وابسته به خواهش خود آنها از 1 تا 10 درم فرقیت به هنگام رد و بدل اسعار خارجی وجود دارد. برای همین هم شما به هنگام عوض کردن پول حیران نشوید. خب بینندگان عزیز، با عرض سپاس به یکایک شما و با آنکه تقریبا 20 دقیقه ما رو در بخش مستقیم همراهی کردید و خبرهای تاجیکستان و جهان را شنیدید. البته امروز طوری گفتم هفته نو آغاز شد، روز نو آغاز شد و خبرهای خیلی زیاد داریم که من مطمئنم که شما بعد 3 ساعت دیگر باز ما رو در سرخط خبرهای تاجیکستان جهان و بعد از این در بخش مستقیم برنامه خبری که 15 دقیقه دوام میکند و خبر و گزارش‌های زیادی مهم و جالب دارد همراهی خواهید کرد. و البته اگر من بعد از به اتمام رسیدن بخش این مستقیم ببینم که برای ما یگان سوال داشتید و یگان سوال مراجعه کردید، حتما من در بخش سرخط خبرها به این سوال شما پاسخ میگویم. برای همین هم پیشنهاد دارم که ما را حتما همراهی کنید و همکاری کردن با رادیو آزادی رو فراموش نکنید، چون ما برای شما کار میکنیم و همین گونه اگر شما نیز شاهد یگان حادثه شدید، یگان شاهد یگان خبر شدید و یا نوار و یا عکس دارید که میخواهید آن را در برابر شما دیگر نفران نیز ببینند و اگر این عکس و نوار مال خود شما ایزان باشد، پس به رادیو آزادی بفرستید. شما میتوانید این مواد خود رو طریق ایمو، وایبر و واتساپ رادیو آزادی که در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org رقم ما نوشته شده است ارسال کنید. باقی همه شما رو در پناه خدا میسپارم. من با شما خداحافظی نمیکنم و بعد از 3 ساعت دیگر بازم همه شما از آن را منتظر هستم. تشکر برای همراهی. روز خوب داشته باشید.